با عرض سلام و درود خدمت همراهان عزیز معنوی. همونطور که شنیدیم متوجه شدیم این حملات آغاز شد. دوستان اصلا استرس به خودتون راه ندین. دوستانی که مخصوصا تو گروه مهشا هستند به لطف حضرت حق تحت هر شرایطی وقتی که ذکر بگیم مراقبه کنیم در پناه حضرت حق قرار میگیریم. من چند شب قبل از اینکه این اتفاق بیفته دیدم، حتی اولین موشکم دیدم که اومد. جالبه که امروز رو پشت بون شنیدم درست همون صدا. من چه قیافه موشک رو پریشب دیدم که تجربه خروج روح داشتم. حالا پریشب یا یه شب قبلش 3 شب قبل دیدم. امروز صداش هم شنیدم. امروز همون صدا رو شنیدم، انگار که اومد بالا سرمون. من تعجبم که دور زد اینجوری آسمان رو شکافت و دوباره رفت رو به پایین شهر. به هر حال اونجا پیام گرفتم که برای اینکه ما تو این 2 هفته هم احتمالاً هست، تو این 2 هفته باید خودمون رو کنترل کنیم، استرس نداشته باشیم، برای اینکه در پناه حضرت حق باقی بمونیم. خودمون و خانوادمون، جسم و مال و چه میگن، مال و ناموس و جانمون و من حالا روح هم اضافه کنم خدا تحت حمایت حضرت حق باقی بمونه. باید وقتی که ذکر میگیم هیرو رو که میگیم اسرافیل صدا کنیم، دقیقا با این حالت. ببینید اسرافیل کشیده اینو بگیم، قوت قلب میگیریم، بعد با این ارتعاش صوتیمون به حضرت اسرافیل که اون سور رو دمیده که برای جنگه، ارتعاش ایشون میگیرن و به هر حال بقیه اتفاقات در اختیار حضرت حق و ملائکه. منده به شخصه اگر قرار باشه تو این موقعیت حالا بمیرم، هر چیزی بشه، با جان و دل میپذیرم که به هر حال مرگ حقه و باید برم اون دنیا دیگه. بعد داریم دیدار حضرت حق، تازه لذتم میبرم. ولی اگر دوستانی که نمیتونن از این مثل من اینجوری لذت ببرن، دوست دارن بمونن تو این کره زمین، بعد استرسشون رو غلبه کنن. خیلی مهمه که ارتعاشتون رو بالا نگه دارید با مراقبه‌های مکرر.